سلام، احسان رفیعی هستم. توی ویدیوی قبلی در مورد اسپرینگ بوت صحبت کردیم، رست API نوشتیم، دیتابیس به پروژمون اضافه کردیم و قرار شد که پستگرسمون و پی جی ادمینمون رو توی سیستم عاملمون، حالا ویندوز، مک، لینوکس، هرچی که هست، نصب بکنیم. گفتم که بهتره یه سری مقدمات داکر رو در موردش صحبت بکنیم. اصلا داکر چیه؟ وقتی میگیم داکر در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ چه مزیتایی بهمون میده و چه تفاوتی داره با ویرچوال کردن؟ خب که بتونیم توی ویدیوها استپ بای استپ که با هم دیگه میریم جلو بتونیم ابزارهای متفاوت مثل مونگودیبی و چیزهای مختلف و همونطوری که روی سرور قرار بیان بالا روی سیستم عامل خودمون هم همونطوری بیاریمشون بالا. بریم ببینیم مثلا داکر چیه. ببینید ما دو تا بحث رو داریم. یکی بحث ویرچوالیزیشنه که خب من اینو تو دو تا بخش تصویر میکشم. اگه از وسط به دو نیم تقسیم کنیم وایت بوردمونو، این بحث داکره. در مقابل تو حالت مقایسه این بحث ویرچواله، ویرچوال ماشین دیگه. حالا کاری نداریم که ابزارش چیه. این تا ابزار میتونه باشه. اینفرا استراکچرمونه. خب اینفرا استراکچر هر چیزی میتونه باشه، ولی تو حالت کلی مثلا این اینفراستراکچر سی پی یو داره، رم داره، مثلا حالا اچ دی دی یا اس اس دی داره. حالا کاری نداریم به بحث‌های سخت افزاریش. این طرف چی داریم و اون طرف چی داریم؟ ما این طرف یه دونه بحث هاست اپریشن سیستم رو داریم. هاست اپریشن سیستم رو داریم. توی این حالت اگر روی سیستم لوکال خودتون دارین نصب میکنین میتونه هاست اپریشن سیستم داشته باشه، ولی روی حالتایی توی یه حالتایی رو سرور ما هاست اپریشن سیستم نداریم. عملا خود اون سیستم ویرچوال مثلا ESX میاد خودش اون سخت افزار رو ازش استفاده میکنه برای ویرچوالیزیشنش. حالا اگر فرض کنیم که مثلا تو حالت سروری داریم میریم، هایپر مثلا یه هایپر وایزری داریم، خب که این میاد عملیات ویرچوالیزیشن رو برای ما انجام میده. حالا از اینجا به بعد قصه خیلی متفاوت میشه. توی حالتی که ما داکر داریم، داکر میاد رو سر سیستم عامل میشینه، خب و یه سری کانتینر به ما میده. خب من سی میذارم، حالا اینو می نویسم کانتینر، اینو رو سی می نویسم. قاعدتا من اینجا 5 تا کانتینر دارم. خب این کانتینرها عملا دارن از داکری استفاده میکنن که داکر خودش داره از سیستم عامل استفاده میکنه. حالا سیستم عامل شما میتونه چند تا حالت داشته باشه. میتونه مثلا سیستم عامل لینوکس باشه، ویندوز باشه یا مک باشه. خب اگر شما لینوکس و مک باشید، خب قاعدتا مشکلی ندارین. چرا؟ چون داکر میاد رو کور خود سیستم عاملتون و از بخش کور استفاده میکنه. یعنی داکر یه ابزاریه که عملا کور سیستم عامل شما رو به کار میگیره که بتونه به شما کانتینر بده. خود کانتینرها توی یه فضای لینوکسی میان بالا. مثلا این یکی میتونه بیسش آلپاین باشه، این میتونه اوبونتو باشه، این یکی مثلا رد هت باشه. خب ولی اینا نمیان کل سیستم عامل رو کپی کنن این ور اون ور ببرن. میاد میگه که من کور آلپاین میخوام، پس میام از کور داکر استفاده میکنم برای بخش کورش، پس تیکه یا آلپاین یا اوبونتو یا رد هت فقط متفاوت میشه. اینجا عملا از کور داکری استفاده میکنه که کور داکر خودش داره از کور دیمن داکر از کور خود سیستم عامل استفاده میکنه.
اگر ویندوز باشین خب اینجا قضیه متفاوت میشه. ویندوز بیسش خب ویندوزی اصلا ربطی هم به لینوکس نداره. اتفاقی که افتاده ویندوز یه چیزی اضافه کرده به اسم WSL که این میاد چی کار میکنه؟ این میاد عملا کور لینوکس رو برای شما توی ویندوز فراهم میکنه. خب پیشنهاد میکنم اگه رو سیستم عامل ویندوزتون میخواین مثلا داکر نصب کنید توی فضای WSL کار کنید، نصبش بکنید کار کنید. ولی اگه رو سرور میخواید اینو بیارید بالا، قاعدتا اگه لینوکس سرور بیارید بالا خیلی راحت تری، درگیر بحثای لایسنسی و چیزای اینجوری هم نمیشید. حالا این طرف چه اتفاقی میفته؟ این طرف این هایپروایزره میاد به شما یه سری ویرچوال میده که این ویرچوالا خودشون یه سری بخشا دارن، مثلا بخش OS دارن. خب ما همینجا فهمیدیم این مزیتی که به ما میده این OS رو یه تیکه کپی نکنی ببری، خب داکر اینجوری نیست دیگه. OS رو داره، یعنی گست اپریشن سیستم عملا توی اون تصویری که دارید میبینید. خب و از اینجا به بعد دیگه چی داره؟ اپ داره که خودش یه بخش اپه که اونجا هم داشتیم. تو کانتینر شما یه اپی هست دیگه، یه پروژه‌ای نوشتید که ران میشه و خود بحث ویرچوال ماشینی رو داریم. خب ببینید الان خیلی متفاوت شد، هم حجم دیتایی که جابجا میشه به ازای یه ویرچوال یا یه داکر، هم پرفورمنسی که داکر میتونه بهتون بده، هم ایزوله میکنه تمام چیزا رو. قاعدتا داکر میتونه مزیت‌های بهتری به شما بده. برای اینکه ویدیو خیلی طولانی نشه همینجا بحث رو جمع میکنم. ببینید داکر اومده که کار شما رو راحت تر بکنه. یه سری ابزارا مثل داکر کامپوز یا مثل کوبرنیتیز اگر اسماشون رو شنیدید، داکر کامپوز رو که کامل توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم. بحث کوبرم فعلا مقدماتیشو میگم چون یه بحث ارکستریشنه و خیلی خودش فضای تخصصی خودش رو میطلبه که قاعدتاً شاید بهش نرسیم در موردش صحبت بکنیم. شاد باشید تا ویدیوهای بعدی.